در روزهای پایانی عمر خود رژیم ولایت فقیه دست به اقداماتی مذبوحانه برای بقا می‌زند. یکی از این اقدامات آموزش استفاده از سلاح کلاشینکوف در صدا و سیما است. این اقدام که با حضور مجریان در برنامه‌های مختلف با تفنگ صورت می‌گیرد، اعترافی آشکار به ترس، فروپاشی و پایان محتوم این رژیم است. سالهاست که رژیم با اعدام، سرکوب، فقر، موشک‌پرانی و بحرانسازی منطقه‌ای حکومت کرده است، اما اکنون با رسیدن به پایان خط به دنبال راه‌هایی برای حفظ قدرت می‌گردد، حتی اگر این راه‌ها به بنبست ختم شوند. نمایش تفنگ در تلویزیون پیامی دوگانه دارد. از یک سو تلاشی است برای ترساندن مردم و نشان دادن قاطعیت رژیم در مواجهه با اعتراضات. از سوی دیگر، خود این نمایش نشان دهنده ضعف و استیصال رژیم است. وقتی یک رژیم برای حفظ بقا به نمایش قدرت نظامی در رسانه ملی روی می‌آورد، در واقع اعتراف می‌کند که دیگر ابزارهای مشروعیت بخشی مانند ایدئولوژی، عملکرد اقتصادی یا رضایت عمومی را از دست داده است. این اقدام بازتابی از منطق وارونه‌ای است که بر رژیم حاکم است. به جای ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، رژیم به نمایش خشونت و تهدید روی می‌آورد. این تاکتیک در کوتاه مدت ممکن است باعث ایجاد ترس شود، اما در بلند مدت خشم و مقاومت مردم را شعله‌ورتر می‌کند. مردم بیش از پیش ماهیت واقعی رژیم را درک می‌کنند. رژیمی که جز سرکوب و تهدید حرفی برای گفتن ندارد. این نمایش‌ها در واقع اعترافی است به اینکه رژیم در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است. سالها شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده شد، اما امروز خود رژیم در آستانه فروپاشی است. سالها از مردم خواسته شد فقر و مشکلات را تحمل کنند به خاطر دستاوردهای انقلاب، اما امروز فقر بیداد می‌کند و مشکلات حل نشدنی به نظر می‌رسند. سالها وعده تمدن نوین اسلامی داده شد، اما امروز جامعه درگیر ابتدایی ترین مسائل بقاست. آموزش استفاده از سلاح کلاشینکوف در صدا و سیما بیش از هر چیز نمایشی از ناامیدی است. رژیم می‌داند که دیگر نمی‌تواند با وعده‌ها یا ایدئولوژی مردم را جذب کند. تنها راه باقی مانده توسل به زور و ترساندن است. اما این تاکتیک نتیجه معکوس خواهد داد. مردم ایران تاریخچه‌ای پرفراز و نشیب دارند و در برابر سرکوب مقاومت کردند. این نمایش‌های مضحک تنها باعث گستاخی بیشتر مردم و تسریع روند فروپاشی رژیم خواهد شد. در این روزهای پایانی، صدا و سیما به جای رسانه‌ای برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تریبونی برای تبلیغات پوچ و نمایش‌های مضحک تبدیل شده است. مجریانی که با تفنگ در دست سعی در الغای اقتدار دارند، در واقع تصویر واقعی ضعف و استیصال رژیم را به نمایش می‌گذارند. این صحنه‌ها نه تنها مردم را نمی‌ترساند، بلکه خنده تلخی بر لبانشان می‌نشاند و عمق فلاکت و انحطاط رژیم را یادآوری می‌کند. این نمایش‌ها در واقع خود اعترافی است به اینکه رژیم مشروعیت خود را از دست داده و تنها راه بقا را در توسل به خشونت و ارعاب می‌بیند. اما تاریخ نشان داده است که رژیم‌هایی که تنها بر زور و سرکوب تکیه می‌کنند، محکوم به زوال هستند. مردم ایران آزادی و کرامت انسانی را طلب می‌کنند و این نمایش‌های ابتدایی تنها اراده آنها را برای دستیابی به این خواسته‌ها قوی‌تر خواهد کرد. رژیم با این اقدامات خود را در باطلاقی عمیق‌تر فرو می‌برد و پایان محتوم خود را تسریع می‌بخشد. این روزهای پایانی روزهای افول و فروپاشی است و نمایش تفنگ در تلویزیون تنها پرده‌ای است بر صحنه پایانی این نمایش غم‌انگیز. تاریخ تکرار می شود در عین ناباوری دیکتاتورها. 19 روز قبل از سقوط رژیم قذافی به دست مجریان تلویزیون اسلحه داده بودند. این رژیم با توسل به خشونت و سرکوب سعی در حفظ قدرت دارد، اما تاریخ نشان داده است که هیچ رژیمی با زور و سرکوب نمیتواند برای همیشه دوام بیاورد. اراده مردم برای آزادی و عدالت قوی‌تر از هر سلاحی است و روزی این اراده تومار این رژیم را در هم خواهد پیچید.